پشتو زبان هستم. شما اینما قدر به دری گپ زدن نمیتونین. ما به دری گپ میزنم، پشتو گپ زدن نمیتونه. من نیاز ندارم. ببین شما در یک جغرافیا که زندگی میکنین، در یک جغرافیا که زندگی میکنین، آداب، سنت‌های و رسم و کلچر جغرافیا را باید بپذیرین. اگر نمیپذیرین شما باید زندگی نکنین در جغرافیا. مثلا اینجا ما مجبور هستیم. میایم با سوال شما. این موضوع رو فقط بفهمم. این موضوع رو اجازه بدیم برای شما. فکر میکنم که این بی‌انصافی میشه اگر کسی به اون صورت تصمیم بگیره. زبان فارسی زبان به اصطلاح در اصطلاح برای از اون بگن زبان لینگو فرانکو، یعنی زبان مشترک قوم هاست. به این دلیل هست که کسی که در جغرافیای افغانستان زندگی میکنه یا در محدوده سیاسی افغانستان در هر دوران زندگی میکرده، الزام خیلی چیز خوبی است که یاد بگیره.